ایران سرزمینی کهن با جشن‌های چند هزار سال است. یکی از این جشن‌های مهم یلدا یا شب چله نام داره که به بلندترین شب سالم معروفه. ایرانیان در این شب کنار هم جمع شده و به شادی می‌پردازند. در واقع این جشن نمونه بارزی برای ضرب المثل پایان شب سیاه سپید است. شب یلدا در روز شماره ایرانیان باستان از سال 502 پیش از میلاد در زمان داریوش یکم هخامنشی به تقویم رسمی ایرانیان راه یافت. مردم روزگاران گذشته شغل کشاورزی هسته اصلی زندگی اونا رو تشکیل میداد. اونا دریافته بودن که کوتاه‌ترین روزها آخرین روز پاییز و شب اول زمستانه و بلافاصله پس از اون روزها به تدریج بلندتر و شبا کوتاه‌تر میشن و اونا برنامه‌هاشون رو با این تغییرات تنظیم کرده بودن. یلدا از واژه سریانی به معنای تولد و زایش برگرفته شده. در باور ایرانیان باستان تاریکی سمبل اهریمنه و از اونجایی که در طولانی ترین شب سال تاریکی اهریمنی بیشتر میشه، این شب در نظر ایرانیان منحوس و بدقدم بوده و چون فرا میرسید آتش روشن میکردن تا تاریکی و ارواح اهریمنی و شیطانی بگریزن و نابود بشن. شب یلدا در شاهنامه فردوسی هم بازتاب داشته. فردوسی در پایان داستان اورمزد ساسانی ضمن اشاره به گذرا بودن این جهان بار دیگه از خواننده ها میخواد که به این جهان فانی دل نبندن و سپس اشاره به فرا رسیدن شب خجسته چله داره و اینکه باید این شب بلند و گرامی داشت. یکی از معروفترین اقداماتی که ایرانیان در شب یلدا انجام میدن تهیه و مزین کردن میوه‌های مخصوص این شب. دو میوه انار و هندوانه بیشترین شهرت رو در بین میوه‌های یلدایی دارن، اما دیگر میوه‌ها مانند پرتقال، نارنگی و خیارم معمولاً تو سفره‌ها وجود داره. چرا میوه انار به نماد اصلی شب یلدا تبدیل شده؟ جشن شب یلدا به استقبال رفتن زمستانه. با شروع فصل سرما و احتمالاً ابتلا به انواع سرماخوردگی، انار به عنوان میوه‌ای که در بالا بردن سیستم ایمنی بدن نقش داره شناخته میشه. به همین دلیل روی سفره‌های یلدا قرار میگیره. از سوی دیگه این میوه به دلیل داشتن دونه‌های فراوان و رنگ قرمز نماد شادمانی، برکت و زایشه. فال حافظ گرفتن هم بخش ثابت جشن‌های یلداست و مردم تو این شب به دور هم جمع میشن و فال حافظ میگیرن. از نظر نجومی خورشید در شب یلدا در مسیر حرکت ظاهری و سالانه خودش به نقطه انقلاب زمستانی میرسه و این مورد از نظر ظاهری در آسمان مشاهده میشه که در بیشترین فاصله ممکن از قطب شمال آسمانی قرار داره. همین موضوع باعث میشه 30 آذر بلندترین روز سال برای ساکنان نیمکره جنوبی و بلندترین شب سال برای ساکنان نیمکره شمالی زمین باشه. یعنی از نظر ما در ایران که در نیمکره شمالی زمین ساکن هستیم، 30 آذر و گاهی 1 دی ماه خورشید کوتاه‌ترین کمان سالانه خودشو طی روز در آسمان طی میکنه و رکورد کوتاه‌ترین روز سالو بر جای میذاره. با این حال اگه طولانی بودن شب یلدا رو از نظر اختلاف زمانی بین غروب خورشید در شب یلدا تا طلوع خورشید صبح بعد از یلدا حساب کنیم، میبینیم طول این شب 14 ساعت و 11 دقیقه بوده که نسبت به شب قبل یا بعد از خودش فقط در حد چند ثانیه بلندتره. با عبور از شب یلدا و با آغاز ماه دی، هر روز خورشید بار دیگه در مسیر حرکت ظاهری خودش روی دایره البروج آروم آروم به نقطه اعتدال بهاری نزدیک و روزا طولانی تر میشه تا اینکه 1 فروردین و نوروز از راه برسه و طول شب و روز در بیشتر نقاط زمین به تعادل نزدیک بشه.